می‌دانستید زعفران این ادویه با ارزش و خوش عطر دارای 6 گلبرگ به رنگ‌های ارغوانی و بنفش است که 3 پرچم آن زرد و 3 کلاله سرخ دارد؟ اما مهمترین مورد در ساختار این گیاه همان کلاله‌های سرخین است که کیفیت آن را تعیین می‌کند. این کلاله‌های گران قیمت از نظر کیفی به چند مدل سرگل، نگین، پوشال، دسته و ریشه تقسیم بندی می‌شوند. کلاله همون رشته‌های باریکی است که پودر می‌کنیم و درون غذاها و نوشیدنی‌های خود می‌ریزیم. جالب است بدانید تمامی خواص زعفران را کلاله در خود جای داده است.